احراز هویت دو مرحله‌ای حسابهای شما را با استفاده از هم رمز عبور یا پاسورد هم تلفن همراهتان محافظت میکنه. این کار باعث میشه هیچ کس حتی اگر به پاسورد یا ایمیلتان دسترسی داشته باشه نتونه وارد حساب شما شود. برای اندازی از شما به یک تلفن همراه و یک اپلیکیشن مثل گوگل اتنتیکیتر نیاز دارین. برای از این کار به تنظیمات حساب برین، گزینه پیکربندی افزودنی را انتخاب کنین، باز از طریق اپلیکیشن اتنتیکیتر خود بارکد اسکن کنین یا کدی را که ما به شما میتیم وارد کنین. سپس کد 6 رقمی را که اپلیکیشن به شما میته او را وارد کنین. شما با موفقیت احراز هویت دو مرحله‌ای را راهاندازی کردین. از این بابت وقتی میخواین وارد حساب شوین باید کد 6 رقمی را وارد کنین که تلفن شما به صورت آنی یا لحظه‌ای تولید میکنه. توجه داشته باشین که کد هر دقیقه یا تا زودتر از او تغییر میکنه.